بعد از دانشگاه تمام کار آمدن وقتی به خواجگی آمدم کار البته یکم ماشین در کار بود که از یک برگاد به یک برگاد دیگر روی ماشین پدرم گرفتم و یاد گرفتم. 30 سال است که من سری چنبرک میشینم که اگرونوم هستم. برای کار کردن و به یک جا رفتن و آمدن البته این بسیارتر ضرور بود. اولا تعجب میکردن، همه نگاه میکردن که زن سری چنبرک کشیده است، لیکن آهسته آهسته عادت کردن. وقتی که سری چنبرک کشیدم این البته همه اون کارهایی که طلبات بود در همون خواجگی اجرا کنم من خودم اجرا میکردم به یگان هرچی گویم منت یگان کسی دیگری. کوپراتیو تجارتی تخم پروری چهارکو که 700 هکتار زمین دارد و 770 نفر کارگر دارد. در ناحیه اسفر ما یگانه خواجگی که به سمت غلگی به گندم ما مشغول هستیم. هر سال همه سال قریب به 100 هکتار کشت گندم میگذاریم. در مقیاس جمهوری خواجگی ما حاصل بلند میگیرد. گندم الیت آور میکاریم، بعدی وای سونی ما میگیریم یکم ریپرودوکس میشه. بعد همین از همین اسفر سرکاری کنه بادام و اشت و مسچای و استرافشن و همه آمده اما خریده گرفته برده میکارن، حاصل نوکی بالا میشه. در مجموع ما 700 هکتار در خواجگی ما زمین داریم که از این 285 هکتارش زمین کوشاد باقی ماندهش باغات رو تشکیل میده، یعنی باغ زردالو، باغ سیب، کمتر باغ آلو. دیگر سمت خواجگی ما این چارواداری می باشد. این حال ما در خواجگی ما 105 سر مال کلان شاخدار داریم که از آن 47 تاش گاوی جوشا می باشد. یگانه من رو به تشویش می برد که حاضر کادر نیست است. حاضر با کسبی ما کم توجه میکنن. حاضر بعضی متخصصه میگه که بیو کار کنید تا ما شما تربیت کنیم. ما هم میریم و ما هم نفقه برآمدیم با بچه ما با دیگر کادرها بیاین، لیکن میگن این معاش مورد تامین کردن نمیتونه. این خواجگی قشلاق که ما محصولات استحصال میکنیم این نیاز اولی مردم میباشد، باید این با همین متخصص تامین باشد. بی متخصص کار دشوار است. من در مابین فرزندها البته خواستم که آینده خونم، نکی پدرم بعضی وقت به اکاها میگفتن که خونتان یگان معلومات گرفتن، نکی به ها نمیدونم حوث خوندن نمیکردن، لیکن من بسیار حوث میکردم که بعد ختمی مکتبی میونه و دانشگاه روم. مرا مسخره میکردن که دخترک چه خوندن چی. ما زنها هم خیلی هستیم که یک کار اگر فکر کنیم یک کار قبیم ما شب و روز فکر میکنیم ده، خیلی که باید این کار شود. برای همین شجاع شدن در کار کمتر، نوترس شدن در کار. بعدی اما قدر مبارزه ها سال 1986 پدرم راضی کردم که به خواندن روم. پدرم راضی شدن و فقط گفتن که اگر دخترم تو اگر به کسب اگرونومی خوانی مالش اجازت خوان. بعد دانشگاه اومده به همین سافوز اتفاق میگفتن به کار در اومدم و سال 1995 اویله دار شدم. صاحب تو دختر نوزنی شدم. در اومه صاحب معلومات کردم، حاضر صاحب 3 نپیره هستم. از سال 2020 من سرور همین خواجگی انتخاب شدم و حالا کارگرد ایستادم. سال 2013 تشریف کاری پرزیدنت بود. همون کشتی کاری ترموی موی دیدن، یعنی که کشتی تکراری بود. همونجا آمدن قطعی هر ما وا خوردیم، درباره هم کشتی کار پرسیدن، درباره باغات پرسیدن، خیلی صحبت کرده بودیم. با فکرم البته همسایه کتی اگر مناسبت نقض باشد این بهتر است. البته و ها آمده همه خواجگی ما به مال پا بودگی، مال میپایدگی، خیلی همینجا زیست زندگانی کرده. همین فرزنداشون در مکتبای ما، خداشون در برگرده های ما کار میکردگی. اکو خیلی بعضی داد و گرفت ها مابین ما بود، فقط این مسئله سوزشواری کتی، مسئله که بعضی نوره های مینرالی کتی که از آنها ارزان بود، مردم از آنها میگرفتن و حاضر نیست. پیش بود که و بعضی سمینارهای تشکیل میکردم، ما میرفتیم با والیبال بازی میکردیم، نوروز قطعی جشن میگرفتیم. بعضی وقت میگن که از خیش دور همسایه نزدیک بهتر. میگن اگر داد و گریفت شود، رفت و آمد شود، برای ما هم خوب است. تینجه است، آرومه است.
با که خلل میتادین. من دیدم که جنگ و جنگجو رو به چه آورده رسون. خیلی مناسبت ها نقص اگر شب دو مثال ما با اون پیشتر باید اگر یک دیگری که رفته آمد کنید و با دو دیگری کنیم بهتر است. البته برای دهقان هم بهتر است. هر یک آدم باید آرزو کند، امید کند، با پیش رود. آدمیزاد خودش پیر میشه که دلش بسیار آرزوش باشد جوان میمونده است. برای من بسیار آرزو میکنم 42 سال این یک عمری جوان کار کردیم. البته بود روزهای وزینم بود، روزهای سختم بود، روزهای شودم بود. یگانه که آرزوی من که همین تنجه باشد، امانی باشد، ما زنها آرامانه بریم کار کنیم، زندگی کنیم، فرزندای تربیه کنیم، به خلق وطن خدمت میکنیم. خدمت کردیم، با خدمت میکنیم، باید یک جهان گشتن در کار است. بسیار آرزو میکردم که و همین ایفل بشنه بینم، ترکیه روم، همون کشتی به سوار شدم، یک تماشا کنی، لذت بری. های با یک امریکا روی، یا ایتالیا روی، یا ونیز روی. جهان دیدم میخوام. اخیرا با پاراشوت پرتفتن میخوام. آرزوی من همین.